سلام امرو از کارتون عالی باشه. این ساعتی که دارم این ویدیو رو میگیرم ساعت 12:30 بامداد 18 بهمن 1404. خب یه بخشی اضافه شده به قسمت برداشت. خواستم از اکانت خودم فیلم برداری کنم که متوجه بشید که بنده هم مثل شما هستم، فرقی نداره این قانون یا اصلا هر قانونی در افچی کوین که پیاده میشه، چه برای اونی که مثلا 2 سال با پروژه است و تیم داره یا مثلا تیم نداره، لیدره، شخص عادی، اصلا فرقی نداره، قانون برای همه یکسانه. خواستم این بخش رو براتون توضیح بدم اصلا چی به چی هست و باید شما چیکار کنید. شما وقتی که روی بالای اون کادر مقدار هست که نمیشه لول 1 پرو سیو ویدرا، اون رو که بزنید میاد این بخش رو میبینید که فعلا سون خورده، یعنی به زودی، که یعنی به زودی. شما الان تسکایی که گفته شده رو براتون کاملا مثلا توضیح میدم. گفته شده اگه کسی حدود 1 ماه با پروژه داره کار میکنه، یعنی از ثبت نامش میگذره، 5 تا امتیاز داده بهش داده میشه وقتی که این بخش فعال شد. فقط شما گزینه چکی که قرار میگیره توی تسک رو میزنید. الان فعلا همه رو سون زده، یعنی به زودی، یعنی هنوز فعال نشد، فقط الان قالبش قرار گرفته. احتمال زیاد تا 24 ساعت آینده اینا فعال شد خودمون خبر میدیم که چجوری انجام بدید. فعلا دارم آشناتون میکنم با این موضوع که به چه صورت هست. شما مثلا هر بخشی که میدونید مثلا بهتون تعلق میگیره رو چک و میزنید که سیستم بررسی میکنه، درست باشه امتیازش رو بهتون میده. کسایی که مثلا 6 ماه تو پروژن، از زمانی که ثبت نام کردن تا الان 6 ماه فعالیت دارن، 10 امتیاز بهشون میده. کسایی که 1 سال هستن 15 امتیاز. ربات تلگرامی وصل کنید 5 امتیاز. نمیدونم کانال تلگرام رو وصل جوین بشید 5 امتیاز. ولت رو ثبت نام کنید، ولت پروژه رو 5 امتیاز. نمیدونم صرافی رو ثبت نام کنید 5 امتیاز. از اپلیکیشن استفاده کنید برای استیکاتون 5 امتیاز. ارزم به حضورتون توییتر همینطور 10 امتیازه. بعد یوتیوب رو سابسکرایب کنید 5 امتیاز. اینستاگرام رو فالو کنید 5 امتیاز و به همین منوال تا میاد. کوین مارکت کپ رو مثلا 10 امتیاز، لینکدین رو مثلا 10 امتیاز میده. واتساپ رو 5 امتیاز وریفای کنید شمارتون رو توی واتساپ. و خلاصه همینطور تا میاد. مثلا میگه که اگه 1 میلیون استیکتون باشه 5 امتیاز بهتون میده. اگه 5 میلیون استیک کرده باشید 10 امتیاز. اگر 20 میلیون 20 امتیاز و به همین مورد. مثلا 1000 تا تبلیغات حمایتی ببینید 5 امتیاز، 5000 تا ببینید 10 امتیاز. KYC مرحله اول رو انجام بدید که بعدا قرار میگیره در اکانتتون که باید احراز هویت کنید همتون، یعنی هممون در واقع. اون 10 امتیاز مرحله دوم KYC همون احراز هویت رو 15 امتیاز میده اگه انجام بدید. اینها اختیاری، اجباری نیست هر کدامشون. مرحله سومش رو انجام بدید. 4 مرحله است. مثلا مرحله سومش 20 امتیاز میده، مرحله چهارمش 100 امتیاز. یا حالا دوتای آخرم که میگید اگه 2 سال تو این پروژه باشید 20 امتیاز داده میشه. 5 سال که هنوز هر کس 5 سال نه، تازه 2 سال پروژه تموم شده، 3 سال دیگه پیش رو داریم، اونم مثلا گفته 5 امتیاز. حالا ما میایم این قسمت لول پروگرس. اینجا گفته شده به همه لول 1 رو داده شده بدون هیچ محدودیتی، یعنی حد همه هیچ کدوم از اینا رو حتی انجام نداده باشید روزانه 10 تتر و 10 برداشت 10 تتر و برداشت 5000 افشی براتون آزاده. ولی برای اینکه بتونید 20 تتر مثلا برداشت داشته باشید در روز و بتونید حداقل 100,000 افشی هم برداشت داشته باشید، باید 10 امتیاز داشته باشید. یعنی شما به دلخواه هر کدوم از اینها رو بتونید انجام بدید، یعنی شرطش رو داشته باشید. چک رو که حالا قرار میگیره در این بخش میزنید سیستم بررسی کنه و تایید بشید، بر اساس اون امتیاز. مثلا شما تونستید از این تسکا فرضاً 50 امتیازش رو جمع کنید. مثلا میاد اینجا میگه 50 امتیاز به شما این اجازه میده که 70 تتر در روز برداشت داشته باشید و 2500 AFG هم بتونید، مثلا 2500 AFG به جداگونه میتونید برداشت داشته باشید در روز. 70 تتر هم جداگونه مثلا میتونید برداشت داشته باشید. به همین مثلا 100 تتر 100 پوینت داشته باشید، یعنی 100 امتیاز داشته باشید از تسکایی که حالا گذاشته شده شما انجامش بدید. 110 تتر در روز میتونید برداشت کنید و 7 میلیون اف جی هم میتونید جداگونه برداشت کنید. خلاصه اگر مجموعاً شما 300 امتیاز به دست بیایید توسط تسکا، شما آن لیمیت میشید، هم از
برداشت EFG و هم از برداشت USD، یعنی نامحدود میشه دیگه، سقفی برای برداشت براتون تعیین نمیشه و میتونید آزادانه مثلا هر مقدار که دارایی دارید رو برداشت بزنید توی موجود در دسترستون بود. این از کل توضیحات این بخش، امیدوارم که متوجه شده باشید. هر سوالی هم بود بعداً میتونید پیوی یا توی ساعت فعالیت گروهمون که از ساعت 9 صبح تا 12 شب هست بپرسید. فعلا تو این تاریخ الان رفتیم داخل 18 بهمن، هنوز این بخش اکتیو نشد، فقط قالبش قرار گرفته. اکتیو هم بشه دیگه من توضیحاتو بهتون دادم، دوباره هم بهتون میگم که دوباره چیکار کنید و باید چک بزنید. چک یعنی هر کدوم از تسکا رو شما مثلا انجام میدید، تونستید انجام بدید، کسی رو میدن که پروژه بررسی میکنه و اون امتیاز بهتون که تعلق بگیره دیگه لول شما تعیین میشه. مثلا وقتی که شما 50 امتیاز بگیرید لول شما میشه 5. الان هممون یکیم، همه، چه لیدر چه غیر لیدر. امیدوارم همیشه موفق و مؤید باشید.